یالا چطوری؟ خوش اومدیم به دومین ویدیوی چنل یوتیوب من. بچه امروز براتون مکان دوتا از سلاحهای جی سندرس رو نشون بدیم. اولیش آرپیجی ردیاب داره، یعنی راکت ردیاب داره که مکانش دقیقا اینجا ده. براتون مارک میکنم، اسکرین شات بگیرین. اینجا دقیق همینجا روی این ساختمونه. خب بله روی این ساختمون این آشش خودشه. عملکردش هم اینجوریه تقریبا. وقتی که روی هدف قفل کنه، یعنی موشکتون دنبالش میفته، قرمز میشه. مکان بعدی اره برقیه که اینم لوکیشنشه اینجاست. میبینین که جلو پشت این صد اشغالیه، این روبرو این شهر برقی. از اون برم میشد مادش، از همین درش من ندیدم، از اون دیوار پریدم. عملی کردش هم اینجوریه گانش. همونجوری میبینین وقتی که دایره نگه دارین و را برین چی رنده میکنه اینو جلو کنیم اینجوری. اعضای گنگ نبود این کارو میکردم، ولی خب دیگه برای تست بودش. روی این پولیس هم تست کنیم نکنیم تو ثانیه میندازم. آقا دمتون گرم که تا تماشا کردین. لایک و سابسکرایبتون نره. اگه سوالی داشتین یا ایده داشتین برای ویدیو توی کامنت ها حتما بگین. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.